دسته به همین منوال پیش برود، مستبدهایی خواهند بر ما و بر همه ما مسلط شد. این محیط سلم، این محیط آزادی را اگر قدردانی نکردیم، محیط عقده‌گشایی، محیط عناد، به هم ریختگی، موضع‌گیری قرار دادیم، همونطوری که قرآن در این آیات اشاره می کند، نتیجهش پیدا شدن مستبدی نیست. همونطوری که در تاریخ گذشته‌مان بوده است و در تمام ادوار تاریخی دیگر رحم به صغیر و کبیر ما نخواهند کرد. در چنین محیطی است که یه انسان خودخواهی و در عین حال باهوش و زرنگی سر بیرون می‌آورد. از چه راه مردم رو می‌فریبد؟ از طریق وعده آب و نان و من الناس من یعجبک، دقت کنید، بعضی از مردم که وقتی با شما مواجه می شود، سخنرانی می کنند، شعار می دهند، گفته اونها شما توده های مردم را فریفته خود می کنند. یعجبک قوله فی الحیاة الدنیا، وعده آب و نان، وعده مسکن، وعده آسایش در چنین محیطی. این انسان برای رسیدن به هدف همه جور وسیله را توجیه می کند، گیر به استخدام می گیرد، شرف و انسانیت را به انسان به استخدام خود می گیرد، دروغ می گوید، فریب می دهد، خدا را شاهد می گیرد که من دلسوزترین مردم در حق شما ملتم و یشهد الله علی ما فی قلبه، خدا را شاهد می گیرد بر این که من میخوام این مملکت نجات و هو علد الخصام، ولی روحیش لجوجترین، کینه‌ورزترین مردم است نسبت به خلق. تا وقتی سوار کار نشده وعده میدهد، همین که سوار شد دیگر به هیچ چیز رحم نمی‌کند.